در مرحله اول مهمترین موضوعی که اتفاق میفته اعلام خاتمه جنگ هست و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد، دوشنبه به وقت تهران البته، خاتمه جنگ هم اعلام شد. ولی شروع رسمی این تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود. با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان دوشنبه صبح صورت گرفته و این شاید مهمترین موضوعی هست که در تفاهم نامه وجود داره: اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان. به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد، از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. زمانی که ما به آتش بس رسیدیم، آتش بس رو در همه جبهه‌ها اعلام کردیم با تأکید بر لبنان، از جمله در لبنان. و الان که به خاتمه جنگ رسیدیم، خاتمه جنگ هم در لبنان خواهد بود. و من موضوع مهمی که میخوام اینجا بهش تأکید بکنم این هست که از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله، و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.